رزق از جانب الله های الله سبحانه و تعالی همه بنده را انشاءالله خدا خود در دنیا آورده. البته هر یک جون بنده رزقش انشاءالله خدا خود ازلیه، لیکن با بنده باید سبب میشه انشاءالله خدا خود. باید بنده کسب کند انشاءالله خدا خود به وجه حلال برای خوب نیک باید که چیکار کند انشاءالله خدا خود، یعنی رزق پیدا کند خدا خود. آمانه شدن را فراموش نکنید. برای ما شما اما دنیا و کسب و هنره درمی الحمدلله چه کسی که کدام یک کسب انتخاب میکنن با طفیل همون کسب الحمدلله الله یعنی رزق میدید. چون پیامبری بزرگوار در کتابی خدا خواهد مختصر کتابی سالانه میگی هر یدک انزل علیک رزق، یعنی دستات جنبون الله سبحانه و تعالی انشاءالله رزق میدید. یعنی مقصد دست جنبوندن حرکت، الحرکت منکم یعنی والبرکت من الله، حرکت از شما برکت انشاءالله از الله سبحانه و تعالی. یعنی باید که ما شما عبادت هم میکنیم الحمدلله، نماز کنیم، طاعت کنیم، همیشه از عبادت نمونیم، در عوض یک کار کسب کنیم. حتی پیامبر بزرگ در حدیث میگن که الحرفة بریء من الفقر، یعنی کسب کردن از کمبغلی آدم دور میکند. برای چون بچه های ما شما اکثرش خاروزار هستن، باعثش بی‌علمی است، باعثش نمیخونن انشاءالله خدا خواهد که پدرها جرأت نمیکنن فرزنداش یک انشاءالله خونونن صاحب علم کنن. همه عزیزان من بالاشی شدن شرط نیست. مقصد از علم نماز، یکم علم خدا شناسی ہے، البته الله یکم میشناسی. اول العلم معرفت الله، بعد خدا خود پایمخ نماز، روزه، زکات، حلال حرام جدا کرد، با عوض این باید چیکار نکن انشاءالله کسب. همه پیامبران اگر تاریخ نظر اندازه همشی مسلمان پویستگی. پیامبر ما شما محمد صلی الله علیه وسلم تا سین خدا خواهد انشاءالله 25 سالگیش چیکار میکردن؟ گوسپندای مردم هم میپویستن، یک تنگه سیاه میدادن شو بوده چی نه امکش نمیدادن. دیدی؟ تو رسول سوداگری کردن یا اینکه چنین خدا خواهد شد دیگر کسب ها همین کسب ها که ما وابسته شده انشاءالله الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه؟ بعد انشاءالله سبحانه. لیکن رزق از جانب خدا ہے، رزق ای بنده دیده نمیشه، نبراری رزق ازلی ہے انشاءالله خدا خواهد. من ما شما وقتی که فرزند پیدا میشه در رحم مادر 120 روز خدا خواهد انشاءالله فرشته ارحامه، فرشته بچه دانه، همون فرشته اومده در همون بنده 4 چیز می‌نویسه. یکم عمرشه، دوم رزقشه، سوم بدبختیش، نیکبختیش. همین تقدیر میگن. نمی؟ همین خدا خود پیچت کرده میاد. تمام وقتی که همین مادر پیدا شدی یه رزق خوردن سر میشه. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. لیکن چیز نامعلوم نیکی همین موافق باید که ما شما چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. خدا خواهد یک کسب و هنر خدمت خدا خواهد انشاءالله انتخاب کرده با واسطه هوای زندگی من انشاءالله. نیکی نماز ترک نمیکنیم، عبادت ترک فرمان خدا اولین موضوع میستن نیاد نبراد. لا طاعت مخلوقین فی معصیت الخالق دیگه قاعده، یعنی اطاعت کردن نمیشه با مخلوق وقتی که ما در نزد الله عاصی شیم. با این وظیفه فقط روز گفت اگر نماز ترک گناهکاری، هم کارت میکنی هم نماز میخونی، هم کارت میکنی با هم روزت میگی، هم کارت میکنی از خدا میترسی. همه عملهای شریعت با واسطه همون کسب و کارت ادامه میدی، دوام میدی، بر حقیقی مسلمان میشی. الحمدلله. نیکی رزق از مخلوق نبی. در فلان جو نمیبود یک شاید اگر رسیه نمیبود تمام موگیش نگه میمرده فلان میشیده فلان. این که خطا ہے.
کلمه کفره یا نبرو تمام ازبکستان زمین روسیه پشت سر تصور کن میشه زمین 8000 اول باشه 1000 تاش رسیده درسته 7000 دیگه چه جایی طوری برای کسب و کار کن هنر کن لیکن زید اسلام و دین هم نزن بس کمش از خدا بی موچین هم یک بی رو بیا گفتگی اولیاء الله یک زنی اولیاء به خدا رسیدگی یکم خیلی مرکن میشینن دایرنده بعد همه گپا سر میکنن میگن که ای قیمتی شد این شد فلان شد پیستان شد همه گپ زده میبراین بعد نوبت بی رو بیا نمیرسه اگر شما یکون گپ نمیزنی من همین قدر گپ میزنم میگم اگر خدای تعالی میگه همه زمین آهن مبدل کنه آهن شد الله سبحانه و تعالی بجای بارون سنگ بارون میگه همین تمام روی دنیا بودگی آدم و فرزندی بچه من باشن من انم غم برای رزقم نمیخرم چون که خدا در قرآن میگه که هر یک میگه جنبنده که به دنیا میآید و رزقش در گردنی ماست الله آمده شه هر یک چیزی که به دنیا میاد رزقش در چیه ذمه الله ہے حتی خدا در یک جای قرآن میگه استعیذ بالله مر اهلک بالصلاة لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقی میگه ای بنده خدا تو عائلت به نماز امر کن دختر که 7 ساله کشید بچه 7 ساله کشید نماز نه امرش که میگه مروز سبیان کن اذا بلغ 7 7 ساله کشید میگه به نماز امرش کن 10 ساله شد اگر نکنه ضربش کن همه هم کی میکنن ما میکنیمش درمی بچه تا خودش انسان خدا خواهد یادش نده ای خودش نخبش کلام کشید آوره نشم و ای دیگه خدا خواهد انشاءالله خدا هم نمیشناسه همه گناه میکنن از همون خوردیش خدا خواهد از گهواره سرش میکنی سکسک خدا خواهد کلماتش میتی عبادت سوره ها را تا 7 سالگی تئوریش میکنی 7 سالگی شد بچه عبادت امرش میکنی خدا میگه همه اهل عائلت شما به نماز امر کنه لا نسألک رزقا ما شما رزق نمیپرسیم نحن نرزقک ما شما نرزق میدیم آخرت میگه برای تقوا داره این رزق الله میگه لیکن انشاءالله خدا خواهد با تو فعلی خدا قرار شده عبادت ترک نمیکنی نماز ترک نمیکنی از الله همیشه میترسی تا بیتا کار کن بیشین تا خون و تا عصر کار کن نماز دیگر کاری دیگر نماز دیگر کشید خدا خواهد انشاءالله با بیا خواند با عائلت خدا خواهد شام خون خفتن خوب مزه کردن با سرخزت پری کن با سرخز لیکن عبادت اولین مثل انشاءالله همین انشاءالله خدا خواهد ما و شما برای روز شیده خدا خواهد انشاءالله چکار نکنیم عذاب نکشیم ما و شما را خدا خواهد نعمت باقیش در کجای در اکونومیک ما اکونومیک زندگی را نمیدونیم توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتی اگر عمل کنیم خدا خواهد کو ما و شما هیچ وقت کم بگر نمیشیم افسوس خدا خواهد همه مرکای ما و شما طبق سنت رسول الله نیست اگر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه کم بگر نمیشه قدر امکان 5 کیلو نمیرسه 5 کیلو اشته توی تگذر 10 کیلو اشته توی تگذر طوری یعنی اکونومیک زندگی را خودت بردار یا مرده 3 روز می تمام در روز دو محکم کن برای اونجا مثلا روزویتی ندارم میدانی افضلی خیر که نمیشه افضلش اویلنده آنگه زن تخشیل خودم بچه اکا تخشیل خودم انا باید زویتی باشه بعد
اطرافمون تقسیمش کرد. اگر از اون نقشه زندگی یعنی شریعت نشان داده که زندگی کنه با شما تو انشاءالله خدا خواهد مزه کنه زندگی میکنی. در زندگی نون و آش پل نمیروه، اینو نبودو. پل در چی میروه؟ در لباس میروه. در 100 میلیون اگر شما توی کنی، اگر همین 20 میلیونش نه 10 میلیونش نه آش و تو گوش و تو نون و تو پاهنه بلا 20 میلیون نمیشه. جدا اگر مولی همجمت کشی اگر دیگه 80% در چی میشه؟ فقط لباس چیزو نمیشه که تقاره و تنکه و پنکه گتی هم خچی میدونه این 80 میلیون دکو میدونه چند سال زندگی کردن که یک مونده خیلی یک سال 2 میلیونی خورد یک سال 5 میلیونی خورد چند سال زندگی میکنی؟ اگر انا بخیری ما آدمان دیدن که خدا خواهد در همین شیال یک تا 500 کتی زندگی داره 500,000 پول میگیره الحمدلله میگم هر خدمت رو برسه میگم مجموع 5 میلیون حساب هستیم همه همون در 12 ماه 6 میلیون پول میشه 6 میلیون در یک سال چی داره؟ الحمدلله زندگی داره. همین ما آیلام نگویم زن ها ما گیم خدا خواهد قدر رس خودی بیده نکنن روز خونه نو کندستیه داریم همین نعمته خونه کرده 10 سال شده ولی 20 سال شده 25 سال نشده خونهش از با کی پیچ کرد کی به مجبور داره کی به مجبور داره که تو چیکار کن یعنی هر سالی خونه تنها کن ممکن احمق آدمه بزرگای اسلام در یک کپچا گذشته برفتن با ابراهیم در یک بشهزار یک امت دیدن گفتن بچم چند ساله هستی؟ گفتن 400 ندومدن 400 سال مرد دیدی؟ گفتن یکون خونه داری خب منم میمون نمیکنی گفتن این 400 طول عمره که من خونه سوزم من هیچی ندارم گفتن این توبه گفتن در 400 سوتی یکون تا خونه هم نکردی گفتن نه های گفتن گوش کتی بچم آخر زمان ده امتای محمد میاید وقتی آخر امتای احمد با عمر اندکم معمیری بهد عمرهاشون 20 و 30 و 40 و 50 کند معمینهای خوب و رنگین همه آخر زمان میدونی گفت امتای محمد میاید این پیغمبری نازنی عمرهاشو 40 سال 50 80 ساله نیکی قصر میسازن سازم بیناها در اوج رفعت با باغ و بستان و مسند دچو میسازن شویساری انده گرمانی انده خدا خواهد امریکا انده گویا که بیا جاوید میمونن در اونجا و میگن پیر خندید و پیر میگه تبسم کرد و آمد با گفتار پیر میگه باید خندید و تبسم کرد باید گپ ندومد اگر گفت عمرم مثل امتای محمد باشه 2 رکعت نماز من ختمش میکردم 2 رکعت نماز اگر من 80 سال من باشه من 400 سال من بودم همه 80 سال 70 سال داشتم 2 رکعت نماز کردی ختمش میکردم میگه شاعر نمیزه بعد میگه بر امتای محمد که گذاری طاعت و ساز ایمانت تو در 50 سال 60 سال همیه 2 تا خونه چکر یا بس سره شرط نیت خدا 15 تا خونه انداختن شرط نیت در یک تاش خامنه در 20 سال یک بار توی میکنی تصور کن منو توی می خیلی بچه یک باشه برای 5 سالش یک بار کنی 15 سال به بارش میکنی پول در گیجو رفته سه من پول نوجویا صرف کردم و سببی کم بغلی نمینه پول عقل نداره انسان خدا عقل داده تو نمی
گفتم که اگر برایجا کار کنی پیامبرسون بگه هیچ وقت کم بغل نمیشه. لیکن افسوس افسوس افسوس، هرچند میگیم با برعکس دسته، هرچند میگیم که همین کار نکن، امروز زنهای ما و شما چی شد؟ از ما بالا برمد. پیامبر اسلام سوال دادیم یا رسول الله بدیمو که زمین خوبه تای زمین خوب، رسول این که اگر در بین قوم شما پادشاهات عادل باشن، عادلی کنن، بایات و سخاوتمند باشن، دائم سخاوت کردن، کم بغلان بیوه و بیچاران دوده بستن، اگر کاراتو با مسیحیت اجرا مشتگی باشه بالای زمین خوبه گفتیم. مبادا پادشاهاتو ظالم باشه، ظلم کننده باشه، بایاتو بخیل باشه، بیچاره کم بغلان خریستان نکنن، اگر مسیحیت و بزنکا باشه تای زمین شما نخوبه. امروز بالکل ولست دادی زنک من 100% دادیش. زنک نمون، زنک نمون، زنک نمون، کجا که بره زنک ها دیا و تو موشیک توقی داری در زن و تا کی موشیک میگم که در خونت زن خوجه باشه. اسلام نبینن که خوجه نه، ملک کیه، فرزند کیه، موشیکه. من شما افرمایید ملک از آن شما، زن به جای شما یک خاص داده نمیتونه. حتی شیری که در پیستانش هست همون پیستاننگی شیر شم شما خوجه اینه. اکسا می مکنونگا به جای شما مکنه. روز قیامت پیامبر سلام گفتن من شب معراج در دوزخ دیدم که بعض زنها از سینه هاشو کشالن. پرسیدم که یا جبرائیل این چیکاره بود؟ اینا از مشوش پنهی بچه های مردم بیمونه میمکند، جزا کردی داده میشه. هوایم شما خوزه اینه. و این وقت زنک بس بین که نه دختر میتیه میگه میشونه باشه پیش نه تخلو خواهد قواد نمیپرتی. من همین 10 میلیون بسه من دارم، 10 میلیون تو چیز که 10 میلیون مکنم ما یک بخیره ما بپوشه، ما یک زندگی کنیم که این زندگی خوب میکنن، که لباسای خوب میپوشنیم برادر ما شما، که زنهای ما لباسای خوب پیشتر راحت کرده زندگی میکنن. فقط دادن کتی تمام میشه انتله آخی من عمر رفتن کتی من شما تمام میشه. تو نمی؟ جوانی در شهر هسته و سکسک خدا خواهد انشاءالله روبه میشه، سکسک لوغر میشه. این برادر این چیزا رو عینا انشاءالله خدا خواهد فهمانین آیله هانده. آیله شما خدا خواهد باش هسته، همیشه گپ تو گیزره انشاءالله خدا خواهد حرکت کنی که خدا خواهد روی خوب کتی روی نیک کتی. همون انسانیم داریم عذاب نکشیم در زندگی، خدا خواهد دشواریات نکشیم، نونی قاق نخوریم. در از مقصد ما چی هست؟ خدا خواهد خوب زندگی کنیم. عمرهای 40 و 50 سالنده چیکار نکن، زندگی خوب کردن نکن، زندگی با موفقیت کردن نکن. سینای بزرگ هم 2 کلمه گفتیم، اگر در دنیا غم و چنگ نباشد آدم ها عمری دراز میبینن. پس نداشتاشی بچت با بلاغر رستاش دلت بازی میکنن یا نمیکنن. پول نداشتاشی دختر تا شوهر میده باشید دلت بازی میکنن. مرکه میکنی باشید دلت بازی میکنن. دولت امروز چیه همش؟ همه این کسلی ها ای نوبدیه، ای بسیار رسخوده. از خودم میکنه بعدی میری سرش در دیوار زده بیچاره را 10 تا آدم خونش بده قصدتی
همین برای این چیزها را مسئله ها را برای شخصیتی بکنم که عقل ها را یاری دهد مشورت ادراک ما شما مشورت دادستیم مسیحت دادستیم که آینده دل نیشی عذاب نکشی همه با مسیحت طبق شریعت کار کنین خدا خواهد انشاءالله هیچ محتاج یک چیز نمیشی همه چیز خدا خواهد مهیا میشه همه شرایط خدا خواهد الله با راضی هم میشه خدای ما شما مادامی که ما شما ناجویه سر میکنیم ناکاری که به ثواب ندارد فقط عذاب میکشیم برادر بین انشاءالله خدا خواهد این نعمت ها را استفاده بریم من چند تا بچه هم سلامت سگو کرد این سلامتی ها نعمتی قیمتناک نیست یعنی یه بیچاره بدر زدیان در 25 30 ساله ولی 30 ساله به بیچاره او تک بیمار شده چند تا بچه ها من پچکش کار ندارن چند تا بچه ها خدا خدا چی ای کار زوری شد ای کار دشواری شد بیزار شده همون شهر رفتنه بیزار شده بیچاره مرسیز که بعدش میلرزه کار میگه که فیل پشه میکنه کورگو فیلا پاشا میکنه یک تونه برو خم براده اگه چی عروس اگر خود بعضی بچه که پلاران با کار میکنه اگر داچکش مونی انشاءالله خدا خواهد و این میگه افتامته پلاران با کار میگه من ندیدم نگه خداش میگه که همین یک دم اگر تخته بخوار مونی خانکش دمه و چیندن نکن دم نمیگه انمیت افتامت ولی جوانی نمیدونیم نماز کار نکره اوجه بدن اوجه درد پیدا کرده کاری مو بزنی نکریم میگه حیات من الحمدلله لیکن امروز اندک کار که مگه اوجه نتونستم در 50 دومده 52 ندومده حاضر اوجه من چود کردم پیری من بیچاره یکا اوی کنم این مادر و این زن هاشون فکر کنن مشاوراشون عذابن و همین سال بیشتر خدا خواهد صحبت کردن که با مردم بیشتر اینا زن ها را جمع کردن مرد ها را جمع کردن خدا خواهد این عقل ها را این فکر ها را گفتن در کار که بخت بیاین بسیار شوخی نکنن بسیار گم شوهر آزار نتیان بچه اکاش آزار نتیان الحمدلله عمر میگذرد بعضی آدم که کسل گندیا که هم سخدا داسته تولیمی در 20-25 بعضی بچه ها پچکش کار ندارن که هم سیالو رسون دسته و کی سبب؟ مو سبب پدر ها سبب خیز بلیافته بیام مراد کاری صحب نیست هنر نیست مجبور میشه کاری وزمین نمیدره بیچاره خدا نگه داره چند تا بچه همون مرده برفت کلی 10 تا 15 تا بچه همون رسیانده ماشین زدش چو زدش نشید می بیچاره ها برفتن اولا مرزه داشتن که زندگی خوب کنن آرزو داشتن که انشاءالله حیاتی ناز بنن بچه اکشه توشه بینن دختر اکشه توشه بینن امروز نیست به پدر توشی دستن یا بیچاره زنهاشو در 22 دختر میدانم 22 ساله بود شوهرش در روسیه وفات کرد چو زدش بیچاره امروز من بچه و دخترش بشوشید به شوهر خودش در چه میدونه الله ببینید چقدر مصیبت ها بالا اومده ساده لیکن فکر کنیم اندیشه کنیم برادران بین که بخت بیم انشاءالله بیم اکنامی که زندگی بلند برداریم این نعمت هایی که الله داده انشاءالله خدا خواهد شکرانه کرده خدا خواهد طوری استفاده باره طوری کارش بریم هرگز خور نمیشه انشاءالله خدا خواهد هرگز زار نمیشه همین عزیزانی من میکنیم که خدا خواهد از این سخنها را دیگر بچه هانم در دایره میشنین همین فکرها را گوید انشاءالله خدا خواهد گوید همین خیلی صحبت شد قطعا بیده بخت بیه مکن قدر عذاب بده قدر مشقت بده
چندین بچه اون رو مثال بیارش منم چندینش بیچاره از کار گفته برفتن ای دنیا یاشی 22 23 من چندین دخترامون من در شهرهای روس وفات کرد مجبور با شوهرش برفت چیکار کرد مجبور اینم بره یک جا کار کنه مثال کارهای وزمین کارهای دشوار که بیماری ها برای انشاءالله خدا خود بخت بیم نعمت ها را باقی شیرش نه حرکت کنیم انشاءالله خدا خود الله سبحانه و تعالی همه به انصاف و توفیق دید انشاءالله خدا خود البته صحبت های میکنیم همه به عمل کردن اجرا کردن الله سبحانه و تعالی خدا خود مناسب بینن آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين این پاک و پروردگار چه مسئله که ذکر کردیم اولا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمای آن مسئله که ذکر کردیم پروردگار عمل کردنش ما موافق بگردانی از نعمتات پروردگار ما را محروم مگردانی در این دنیا هم در آخرت هم خار و ذلیل مگردانی صاحب گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد آباد همین دیار گذشتگان خدا رحمت کنن جاش جنت خالص الله صاحب باشه و